موافق بود با او. نکته مثبت خواستم شما بگم، نکنه فشار چقدر، یک فشار رو مربی رو بازیکن رو یک تیم چقدر تاثیر داره. تیم ملی ایران بازی که هست شد با مراکش عقب 3 دقیقه بازی مونده بود، هنوز آقای شمسایی جرئت نمیکرد پاور کنه. برای چی؟ قضیه او ایران بود، سوم جهان، 13 دوره قهرمان آسیا شده بود، توقع از او بالا بود. آقای شمسایی میتونه اگه پاور کنه، شاید خدا نکرده یک توپ ببره و گل خوره، بازی 3-1 شد. درست و همین خود دقیقه 2:45 پاور کرد، یعنی خیلی دیر پاور کرد. یک واقعیتیه. از دو طرف ما میبینیم استاد مجید مرتضایی بازی 1-1 مساوی نیمه دوم با پاراگوئه، بازی البته حذفی. به وحید شمسایی هم نقد وارد هست دیگه، به هر حال از سطح انتظارات فشار ما میشم. اگه فشار رو مربی نباشه غلط کرد. آقای مرتضایی بازی با پاراگوئه نیمه دوم با اینکه بازی حذفیه 4 دقیقه 5 دقیقه آخر بازی میگه پاور میکنه. چرا؟ چون فشار رو آقای مرتضایی نیست. اگه تیم خدا نکنه نتیجه اونجا نمیگیره که نگیره، خب میتونه آقا افغانستان اولین دوره جام جهانی بوده، از گروه بالا اومده جلو پاراگوئه خوب بازی کرده. اگر ما از پاور گل میزدیم، خب آقای مرتضایی میشد یک ابرقدرت، میشد یک نقش اول داستان داخل همه رسانه‌های دنیا، نه افغانستان. سوپرمن تاکتیکی افغانستان. آره دیگه، میگفت چه کار تاکتیکی بزرگ، چه شامتی داشت. این با یک واقعیته. اگر خب میباختیم داخل پاور، هیچ کس پیش ایراد چیزی نمیگیره، را از دست فشار نمیداد. ولی آقای شمسایی روش فشار بود. اگه میتسی پاور کنه، خدای تو پاور گل بخوره 3-1 میشد، اون وقت همه میگفتن چی فلان. یعنی میگم فشار نکنه، چقدر فشار تاثیر داره روی یک بازیکن تیم ملی و باشگاه یا